الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. این نوار نظر کنین از تکفیری آذری 20 سال خونده منع میکند و در دیگر نوارش یعنی چی میگوید که این ناممکن است که یک نفر 8 سال خونده باشد این مورد را نفهمد، یعنی که تکفیر میکند طالب علم. این صحبت ما خودم قضیه کرده است در همون سایت ایمو درآمد خدمت صحبت کرد و ما برداری یک کذابی دیگر شینه است که یک هفته پس عقیده‌اش حلش میکنه. الله اعلم. یعنی که عالم طالبی رو بیر قیام حجت تکفیر کرده می شود و جاهل قیام حجت می شود. خیلی بله، در مسئله یک نمود مشرکایی که خودشون رو به اسلام نسبت میتن، اما مشرکایی که خودشون رو به اسلام نسبت میتن تقسیمات نه همه اخیر. خب فهمو، یعنی که گفتنی هستین عالم طالبی رو این کاری قول صحیح میکنه نه؟ عالم طالب علم این کسایی است که قرآن خوندگی است، خونده میتواند، این مسئله های خوندگی است، کتاب های خوندگی است، 10 سال 12 سال میخواند، این گپ های 100 بار شنیدگی است ولی قبول کردگی نیست. میگه که نه ما این گپ قبول نمیکنیم، دیگه گپ قبول میکنیم. یعنی حجت دید. عقیده اهل و جماعت ظاهرا حکم کردن هست یا اینکه نه؟ عقیده اهل سنت و جماعت به ظاهر حکم میکرد هست، نه این ضرور است. اگر معنای سخن شما این باشد که یک آدم شرک کفر کرد ما مشرکش میگوییم، این عقیده اهل سنت است. یک آدم اسلام آورد نمونه که نماز خوند روزه داشت اسلام از دیده و مسلمان میگیم، وقتی که از کفر شرک دیده کفر مشرک میگیم. اگر شرک اکبر باشد یا کفر اکبر اول جماعت ظاهرا حکم کردن راست و چونه کردی گفتی یعنی 100 بار در حجت رسیدگی است و ما گفتنی هستیم که یعنی ما خیلی بفهمیم که حجت رسیدگی است، ما ظاهرا نگدیم که حجت رسیدگی نشد. بله، این ما گفتیم که طالب علم عالم خوند فهمید خوندگی است، این چیز خیلی مهم است. قرآن خوند یا نخوند که قرآن سوره بقره خوند، سوره آل عمران خوند، سوره دیگر سوره های قل هو الله احد خوند، سوره قل هو الله شرحش فهمید، سوره فاتحه شرحش فهمید، تمام همین است. برای که طالب علم ناممکن است که سوره فاتحه 8 سال در نزد علما تعلیم گیرد و نفهمد که سوره فاتحه معنی چی است. اما سوره قرآن به بیان کرد. یعنی مسئله عذر بالجهل یعنی گفتنی هستی که اما علم تمام مسائل دینی در خبردار است، یک عالم طالبی علم گپ این طرف اون طرف نبر. دویم باره این خیلی سوال دادن شد. از این مسئله باخبر هستند. اگر اینا میدونند که یک کس بیاید جهل عذر نیست گوید عالم طالب علم باشد تکفیر میشد، و اگر جاهل باشد شبهه داشته باشد تعویل داشته باشد حجت رسنه بعد تکفیر میکنه. اما در غیر این صورت باشد برابر اگر که می طالب علم باشد، لیکن هر یک طالب علم از دیگر طالب علم فرق دارد. یکیش کمتر خونده است، یکیش بسیارتر خونده است، یکیش اگر 20 سال خونده باشم به یک مسئله شاید تخصص شریعت باشه لیکن اصول دین نه، لیکن میخواهد که به همین اصول دین تخصص پیدا کنه و معلومات پر را پیدا کنه. این باید که برادر برای او همین مسئله رو با تمام اطرافش بفهماند 100%. بعد فهموندن قبول نکنه بعد تکفیر کنند. گپ دیگر این. احسن عبدالله، ما به برادرها همین پیشنهاد شما پیشنهاد میکنیم، لیکن نمیکنه برادر در تکفیر یک آدمی که جاهل است و شبهه دارد و تعویل دارد نفهمید حالی یگون دلیل فهمیدگی نه، در عذر المشیر یک بار تکفیر نکنه، حجت رسونید، حجت بعد از رسوندن با دوامتیت بعد تکفیر میکنه. وقتی که با حجت را پیشنهاد میکنی با جاهلو قبول نمیکنه، میگه این ویدیو را خود تایید کرده جاهل خود رو ای گروپ ای خودش مینوت ساعت شد تا هست اینا با میگم 1 ساعت و 42 مینوت چبی اینا میخوام میگه در مورد آذری. برادر عزیز دیگر شیطانی اسکندر امین است که اینجا در اول چی میگه، یعنی در اول میگه که امام بیهقی علوی الله را چی میکنه این کار میکنه. وقتی میبرن در این مورد سوالش میکنن میگه که امام بیهقی الله را چی در آسمان میتونه. سبحان الله. یک کذابی دیگرش همین است، این دیوانه است برادر یا نوشیدگی است یا مدلی است. الله اعلم. وقتی که ما بیهقی میگوییم، بیهقی محدث، هزارها علما در حق بیهقی ثنا گفتگان بهترین آدم در علم حدیث. اما از نظر عقیده علما بیان کرده هستند که اشعری بود خطا میکرد برای اینکه الله در بالای عرش بودن علو الله انکار میکرد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ در دین در یوتیوب یا جاهل برومده میگه که ابو محمد مدنی، امام قرطبی، بیهقی
нававӣ ро такфир кардагиай дар болои чунки аллоҳ дар болои арш намедонистад айдин ҳам шубҳа андохтаистад ҳамин масъала ягон равшанӣ андозед ҷазакаллоҳу хайран. баракаллоҳ фик. аввал масъала дар ҳаққи имом байҳақӣ ва ғайра дурӯғ аст, тӯҳмат аст. имом байҳақӣ китоби асмаъу ва сифот дорад. ин китоб дар назди ман вуҷуд дорад, зиёда аз 400-500 сафҳа аст ва ман бисёр ин китобро якчанд бор мутолиа кардагистам ва дар ин китоб зеҳ мегӯянд ки аллоҳ дар болои осмон аст. و باطل زهق ای هلک روز به روز هلاک می شود، نابود می شود، شاخه ها و ریشه هایش روز به روز خشک می شود. البته که حق هلاک شدنی است، نابود شدنی است. روز شما هم از همین عقیده باطلتان آهسته آهسته ببینید که چگونه تنگ شده است. سبحان الله. برادرای عزیز نگاه کنید، میگه که باطل هلاک میشوه و حق نابود میشوه. حداقل نمیتونه خودش رو رب بزنه. میده سه سوال دیگه را الله هدایت کنه. ما طالب علمای اهل سنت و جماعت برآمدیم تا همین روزه، همین طالب علمایی که در دعوت بود حاضری است. من به تمام مسئولیت میگم، همه طالب علمای تاجیکی که به دعوت مشغول بود تا دیروز همش حاضری است. دوست ارجمند در حنیفه رحمه الله یکی از کسانی هستند سخت‌ترین انسان در باب حکم کردن به حکم غیر الله. حتی پادشاه‌های فاسق را تکفیر کردند. خروج را به پادشاه‌های فاسق واجب دانستند، تکفیر کردند. در بعضی از روایت‌هایشون آمده است. حنیفه رحمه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی مسئله ای که تعلق به امام ابو حنیفه داره در مسئله خروج کردن زید پادشاهان فاسق، یعنی که پادشاه فاسق دانستن این معنای کافر گفتن اون نیست، یعنی پادشاه ظالم. یعنی مسئله ای که تعلق به پادشاهی ظالم دارد، آیا زید او خروج کردن جایز است یا اینکه نه؟ یعنی بعضی از علما در این مسئله اجماع نقل میکنن که اجماع می باشد که جایز نمی باشد خروج کردن زید پادشاهی که ظالم است، یعنی مسلمان است و ظالم است. و ظالم بودن و فاسق بودنش معنای تکفیر کردن او را ندارد، بلکه پادشاهی که ظالم است زید او خروج کردن جایز است یا اینکه نه. بخصوص یعنی علمای متأخرین بعد از آنه که یعنی چند دفعه خروج ها می شود و مفسده ها می شود، یعنی اجماع کردگی هستن که جایز نمی باشد. از جمله کسانی که خروج کردن را زید پادشاه ظالم جایز می دانستند این امام ابو حنیفه می باشد، نه به سبب آنه که آنها را کافر می گفته است، بلکه یعنی این مسئله تعلق به چی دارد؟ الخروج علی حاکم الظالم، یعنی خروج کردن بر ضد حاکمی که ظالم است جایز است یا اینکه نه. مسئله در صدر اسلام خلاف های زیاد آمدگی است و چندین خروج ها واقع شدگی است که خروج کردگی هستند و از جمله کسانی که یعنی در این مسئله یعنی جایز می‌دانستند خروج کردن را ضد حاکمی که ظالم است، این که می باشد امام ابو حنیفه می باشد. از همین سبب یعنی در زمان امام احمد بسیاری ها همین را در حق امام ابو حنیفه انکار کردگی هستند. یعنی یکی از سبب هایی که امام ابو حنیفه را طعن کردگی هستند، جرح کردگی هستند، یکی از مسائل همین است که میگن که چی؟ کان یرا السیف، کان یرا السیف یعنی یرا الخروج، یعنی خروج کردن را جایز میدانست. یعنی با وجود آنه که همچنین یعنی امت اسلام در چی؟ در همین اتفاق کردگی است و اجماع کردگی است که امام ابو حنیفه این یکی از ائمه اهل سنت می باشد. فهمه؟ بعد از آن مصنف رحمت الله علیه گفتن که ولا تضحک مع السفهاء یوما فانک سوف تبکی ان ضحکت. همراهی شخصان سفیه نخند. گفتن سفیه کی است؟ سفیه بیفهم، کم فهم، گرنگ، فهمش نیست، فهم کند، سست، در پیشش چند چیزه میمونید یک تش میبیند، 10 تا چیزه در پیشش میمونید فقط یک تش میبیند. بر مسئله های شرعی هم از یک طرف نگاه میکند، فهم کم است. بنابراین الله تعالی ففهمناها سلیمان، ما به سلیمان فهم دادیم. گفت فهم این نعمت بزرگ است.
یعنی سفیه که سفیه آن آدمی که فهمش کم است یا نیست. گفتن که ولا تصحب مع السفهاء، همراهی سفیه ها دوست نشو. چوه؟ دو سفیه کتی اگر دوستی کنی، دو آدمی ابله کتی سه تا ابله بشد. دو آدمی اگر احمق کتی سیوم آدم همراه شد سه احمق میشد. بنابراین تأثیری آنها میگذارد، وقتتون را ضایع میکنه به سخنهای بیفایدهش، به فهمهای نادرستش، وقتی شما رو میگیرد این خیل آدم ها. بنابراین ولا تصحب مع السفهاء یوما، یک روزم همراه نشو با شخصانی سفیه، شخصانی که فهمشون کم است.